ما نگذاریم که مردم ما محتاج به دیگران شوند. نگذاریم. ما ننگ و ناموس داریم. ما نمیگذاریم که عزت نفس ملت تاریخ رسند. برای ناموس داشتن مانده. من میفهمم این مشکلی ها موقتی هستند. یک باره همه این را پسی سر کردن بسیار دشوار است، لیکن میکنیم. آینده تاجیکستان درخشان است. وارد کنیم چی امکانیتی که داریم، تکنولوژی حاضر زمان و بنیاد کنیم جایهای کاری نو برای شهروندانمان. صدها جایهای کاری نو بنیاد کردن. صدها. قریب 1000 در 3 روز جایهای کاری نو. هزارها عائله صاحب زندگی شدند. انا این کاری ثواب است. این کاری خیر است. هزارها عائله سرسان و سرگردان از وطن بیرون نمی شوند. برای همدیارانمان باز هم جایهای کاری مهیا کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را تا توانیم کاهش دهیم که محتاج دیگران نگردند. از وضع نهایت مرکب و پیچیده جهانی معاصر خوب آگاه هستیم. در شرایط امروزه ما باید هرچی بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم، سازیم، وطن ما را باز هم آباد گردانیم.